نام برازنجیست، شگفتی های ریاضی، مسائل المسائل فی قامز الهندسه. به عبارت عربی می آید به نظر، ولی نه عربی نیست. یه ذره تفحص کنید فارسی خواهد بود. این باز همون مسئله تربیع دایره است که اینجا به بهترین وجه نشون داده شده. در این کتاب که تحقیقی است از من و دوست دیگرمون، به اتفاق این کتاب رو نوشتیم، 60 مسئله علمی در این کتاب گذاشته ایم، با این شرط که هر فردی 20 مسئله از اینا رو به انتخاب خودش حل بکند، ما 1,000,000 تومان به او جایزه خواهیم داد بدون قرعه کشی. این به این معناست که ما باید به 7 میلیارد سکنه روی زمین نفری 1 میلیارد بدهیم. ما که همچین پولی نداریم، هرگز هم نخواهیم داشت، ولی این بدون دلیل است که بگوییم که همتون نمیتوانید، یک دونه از این مسائل نمیتونید حل کنید. و این کتاب رو همه رو تبدیل کرده به کاغذهای بلا مصرف. حالا با این بلا مصرف ها چقدر شما میخواید عشق بکنید و بالا پایینش کنید یه خودتون میدونید، اون که به ما هیچ ارتباطی ندارد. آنچه که هست عظمت در اینجاست، شگفتی های ریاضی.